سلام دوستان، خیلی خوش آمدید به این ویدیو جدید. من توی اکسپرین هستم. اگه از این ویدیو خوشتون میاد حتما ویدیو لاگ و دنبال کردن رو بزنید. امروز اومدیم با پارت آخر بازی کال آف دیوتی ونگارد. اصلا فکرشو نمیکردم اینقدر زود بتونم براتون ویدیو بگیرم تمومش کنم. تا اینجایی که پیش رفتن داستان خیلی خوبی داشت و من راضی بودم از این داستانش. و یه جایی شنیده بودم که داستان ضعیفی داشت، ولی از نظر من خوب بود. داستانش خیلی خوب بود و قشنگ همیشه دقیق و بازی باگایی داشت که اونجا خیلی بد بود از نظر من. باگاش مثلا تو ویدیو قبلی اگه یادتون باشه، نمیدونم قبلی بود یا قبلترش، دوربین اصلا دستش نبود. همجوری این بازی قدیمی دستش نگرفته بود، همجوری اینجوری میکرد، دوربین دستش فاصله داشت. این از این باگش بود. یه جایی هم بود که صورت یارو همش سفید بود و یه دفعه درست شد، اینجوری بود باگاش. یه جایی هم بود تو بخش داستانیش، یعنی تو بخش ویدیوش که ویدیو بازی رو نشون میداد، صداها نامهماهنگ بود. میدونی چجوری میگم؟ میزد رو میز دیر صدا میداد، کلا اینجوری بود. نمیدونم حالا زیاد PS4 روشن بود اینجوری بود یا نه نمیدونم، اشتباه گفتم. واسه این بازی کال آف دیوتی ونگارد رو خیلی دوست داشتم، خیلی بازی خفنی بود. اصلا دلم نمیخواد تمومش کنم، ولی خب چیکار کنیم، باید ضبط کنیم بازی رو. الانم بدون هدر دادن وقت بریم سراغ گیم پلی. خب دوستان، بازی شروع شده. الان فیلم بازیه که داره نشون میده. دیگه این مرحله آخرش هست دیگه. ببین چی جوری تمام میشه مرحله آخرش. This was never about winning the war. This was never about winning the war. This was a coup. This was a coup. Tempelhof. That's how he's getting them out. Taking the Reich underground. Wait a minute. You're not part of the plan, are you? Well, it looks like we're both going to end up on that meat pile back there. One thing I learned studying Allied strategy: redundancy. Always have a plan B. With the Soviets invading the city, Lady Nightingale will be my leverage. I will exchange her for my own safe passage. Well, that's one hell of a plan, Fritz. You probably would have worked. Fucking blade! کار خودشون میکردن. No, please. I will let you go. You made one mistake, but it was a bloody ripper. You thought you cracked us. Redundancy, mate. Always have a plan B. I've just received word. We have safe passage from Berlin. 3 years we have waited for this moment. Many good men were lost. Rommel, Steiner, Hitzel. But I promised you, Project Phoenix would succeed. Hitler has paid for his weakness. And now history will remember him as we do. A failure and a coward. The Red Army is nearly upon us. And Berlin is burning. But from the ashes shall rise our vision for something greater.
the Fourth Reich. Hey boss, your plan worked. الان هم اینا دیگه فرار میکنن زندان دیگه اینو دیگه میکشن Hey دیگه. there, buddy. Remember me? Looks like you got a fan. What do we do with him? I can think of a few things. Figured you'd want the honest boss. No! No! This is your chance. Project Phoenix. I can get you the evidence. Shh. You've already done your part. Right of the suprasternal notch, below the clavicle. That's for Richard. خب نزدیکی میگفتم دیگه. Goodbye, little mouse. These tunnels lead right to Temple Hof. They're the fastest way with the battle overhead. خب الان دیگه کنترل بازی اومد دست ما. کنترل بازی دیگه باید بریم نازی ها رو بکشیم و دیگه باید تموم میشه بازی دیگه. الان باید این زندان فرار کنیم دیگه از این زیر زمینه. البته بزن شد اینا دوباره حمله کردن و شروع شد. بمیر بودو سوار ماشین شیم. اول این خشاب رو بگیرم و مربع تو زده نمیشه. آها شبایی خشاب اصلا خورد. خب سوار ماشین شد و یه الان I just need to see the back of his از head. اینجا بریم بیرون. Tough shot, we taking bets? How much you willing to lose? البته ماشین چپ نکنه. Can't get a clear shot. Plenty of other crowds. Getting a little dicey in here. خب Something big coming up. Shit! Hang on! خیلی همه جا داره منفجر میشه. پیاده شد اینجوری نمیشه. اینجا فقط نوازن اینجا خیلی سخته. اینجا بالا رو بزن. Bring the tunnels down! بالا چی کار میکنه آخر من نفهمیدم. کنم بالا رو میزنیم یاران من اونا رو میدنن که حواسشون پرت شد. بیا باشه فکر کنم برم جلو فقط برم. میمیرن حالا اینا. ببین بالا رو خب بالا رو که زدم. حواسم باشه اینجا حواسم نباشه دیگه تمومه دیگه. بگیر این برای تو. خب اسلحه گیرمون اومد. بریم جلو فقط. مربع درست شد. اینا که مردم عادی هم دارن فرار میکنن به ما هیچ ربطی نداره. کار به نازی ها داره. مربع اصلا گرفتیم و هیچی دیگه کارمون در اومد. خیلی ایزی کشتنش. یه نفر اینجا بودا. بمیر آره دیگه باید بگم آخرشه دیگه بازی.
تموم میشه. کلا دومین باره که این بازی رو انجام میدم. چی کار میکنه همچین دیدک را میره نمیگه ما داریم میریم جلوش. و این اسلحه خوبه، این قوی اصلا قدرتش خوبه، با این راحت میشه همه رو زد. خشبان که گرفتم. اوه یه نفر هست که اینجا زدنش سخته، حواستون باشه. اگه برای بار اول بازی میکنی حواستون باشه یه نفر هست که خیلی سخته زدنش. اون که نمیشه دارد اینه دیگه میبیره مثلا سخت زدنش. نها کنی همجوری بازی رو آسونه اینجوری ها. رو خیلی سخت باشه دیگه فاجعه میشه. رو آسونه باخته. خب دوباره بریم دوباره به همین رو بکشم. اینا که زدنشون راحت، از اینا نباید ببازم. خب دارم دنبال اون اسلحه میگردم که قوی بود. اوه اینو اگه کلش رو بزنم میمیره راحت تره. جلیقه ضد گلوله بشه فکر کنم. کجا رو؟ اونجاست. بابا با بوم که نمیده. خودم ترکیدم. لعنت بده. بشه فقط مربع. خب خشبان که گرفتیم الان دیگه فقط باید بریم جلو. اسلحه فکر کردم ما اسلحه خوبه دستم نیست که باید دیدم دستم. حواسم به بازی بود. بالا برم. They're not useful to him, so he doesn't care. Ceiling collapsed. That's a problem. You got any more secret bombs, Wade? مربع. Press out. We don't have time to find another way. برزم اینجاش باید تموم بشه نمیدونم. برم بالا ببینیم چه خبره. یه جوری شد تو گرافیکش. یا خدا یا چه خبره. ولی گرافیکش رو ببین انگار کم شد گرافیکش. درست استوب کردم زدم درست. برم این و خیلی شلوغه بازی چه خبره. چجوری باید این همه رو بزنم من فکرشو نمیکردم اینجوری باشه. ببین وقت نداریم. چی دیگه کارم در ما این تانک‌ها رو باید منفجر کنم. اوه همجوری باید دنبال آرپیجی بگردم که اون تانک‌ها رو منفجر کنم. اوف لعنت بهتون زدن منو. خب به سلامتی تیر تموم کردیم و تموم بگیم شبایی. اینا رو که دیگه فکرم هرچه بکشیم فایده نداره دوباره میاد آزیان. باید برم اون تانک ها رو منفجر کنم. الان هدف تانک
نمیدونم با این نارنجک های معمولی میشه منفجر کرد یا نمیشه. بمیر یه بار دیگه این طرف تریکی اصلا فکرشون که با نارنجک منفجر بشه تانک. اینم برای تو. خب ببینیم چیکار کنیم دیگه. تانک نیست. چند تا دیگه بودن ها. نه هست دو تا تانک، یکی این ور یکی اون ور هست. این دوتا رو باید منفجر. آرپیچی کارم راحت شد. نه با اینم نمیتره که هیچ. آرپیچی رو بردارم و اینا با دیگه امتحان کنیم. آرپیچی کمیابه. من میخوام با نارنجک کارشو بزنم که ظاهرا منفجر نمیشه. این ور بدون توی تانک میشه انداخت. البته اگه درش باز باشه برمیگرده نمیشه. بیشتر به خودم ضربه میدن تا منفجر بشه تانک. خب آرپیچی هم که گرفتیم بگی که اومد. بعد کارش ساختیم. چند تا دارم آرپیچی؟ 2 تا فکر کنم دارم. پیش به سوی اون بیشتر رفت. برو بزن. از این فاصله میشه. ای نه نصبه تموم شد آرپیچی. دندت بزنم. من اینجاست که میگم بدبخت شدم. آرپیچی دیگه الان از کجا گیر بیارم. کارمون در اومد. یا خدا حواسم باشه که سوتی ندارم داریم. برو این ور. بله آرپیچی هم که گیرمون اومد یه دونه. یکی هم که حرومه ایدی کنیم ببین که سفت. خب زدیمش دیگه. آخرشه پویا. طاقت بیارم بود آخرشه. خیلی خفنه این مرحله شم. من که حال کردم. شلوغ و یه حسابی. تو این پنجره ها باید بمب بندازم. بگی که اومد. به تموم شد. داره عقب نشینی میکنه. آره عقب نشینی کنیم. من که کارتون رو میسادم بالاخره. برو جلو. میریم سنارست هست. یه تهشه پویا تهشه. دوستان از این ویدیو خوشتون میاد حتما ویدیو لاک و دنبال کردن رو بزنید. کانال ما هم دنبال کنید. اشتباهی گفتم. حواسم به بازیه. ببخشید دوستان. قول شدم منو دادم. بدبختی بازی میرم براتون. به این اصلا بیاد دستم دیگه. هیچی دیگه. کار نازی ساخته است. ببین شت یه آرپیچی هم بگیریم. نه چمون شدم. این اونجایی که علامت خورده. کال آف دیوتی و بهتره که آدم همجوری بره جلو. نازی ها رو آدم نکاشه بهتر. البته اگه بشه تو کال آف دیوتی WW من همجوری میرفتم جلو تو نمیکشم نازی ها رو. راحت برنده میشدم ولی تو این نمیشه ظاهرا. باید همه رو بکشیم تا بریم جلو. جوری طراحی شده بازی. ببینی خیلی که این اسلحه باحالا.
بمیر خب نظرتون چی آرپیچی بزنی؟ بسیار بهتره که نزنی جلو نارن که این آدم نباید بهشون رحم کنه این همه راه اومدیم نباید درم نشینی کنیم دیگه کلا بازی 9 تا مرحله داشت اگه فیلماشو حساب نکنیم خشاب بگیرم مربع دیگه الان در رو باز میکنه و میریم تو اصلا با یه نارنجک این تو نازی ها هستن تریکی این همه تو مشت من بمیر راحت اوه چه فیلمشو داره نشون میده Again, it'll be too soon. I can't believe I'm agreeing with you on something. Glad we're all getting اگه along. کلا بازی تبدیل به فیلم میکردن چی میشد؟ یه فیلم جنگی خیلی خوب میشد دستم خورده بود استوب شد ببخشید This دوستان is it. حالا بود بدنیم دیگه تهشه دیگه For Novak and for Richard. آقا خرابشه داره تموم میشه اینجا رو من یادم میاد مربع بگیریم خشاب رو پر کنن تموم اوه اون اومد که زدنش سخته نگاه کنی همینجا باید باشه ببین چی شد؟ تار شد این زنه بوم دودزای دیگه یک تیرانداز بود بزنی؟ اوه هنوز نمود هست یا خدا چیکار باید بکنیم؟ اونجاست ببین بیشتر هستی آره گندت بزنم عوضی در رفت ببین نه ببین کار سخت شد این چون تهشه دیگه سختش کردم بازی رو ای وای کام مرد خدای شکر مرد بریم جلو که اصلا وقت کمه بیاین دیگه بیاین کجایین نه مرد الان دیگه مرده باشه مربع دیگه باید تموم شده باشه برو جلو برو داره فرار میکنه بذاره فرار کنه برو این تهشه پویه باید دوام بیاری برو تو میتونی برو فقط باید طاقت بیارم بمبا نخور به تموم شد دیگه تموم شد یس ای خدا بالاخره تونستم تمومش کنم بازی Even the Allies would leave their decision to inferiors such as yourself. We need him alive, boss. The intel he's got's what we came for. Hey. دوست اگه از این ویدیو خوشتون میاد حتما ویدیو لایک و دنبال کردن رو بزنید البته کانالمون رو دنبال کنید
این باید بگم که بازی رو تموم کردیم و دیگه این هم خشم میکشن دیگه. The nations will make sure I'm well taken care of. As payment for my cooperation. یعنی خدایش خیلی خفن بود بازی، مخصوصا بخش زامبیش. بخش زامبیش هم داستان داره یعنی بخش زامبیش. Perhaps I might even start a new family. Not for you. بشکه ها رو میزنه که نفتا بریزه روش، هیچی دیگه آتیشش میزنه. This is your new beginning. Fascistkaya Svenja. Do you even know who I am? The value I can provide? آردو رو میگه بزنه. You're not worth it. تمام. همین راحت. شماها واقعا حقتون. Suppose that's it then. Let's get out of here. تموم شد. How are we looking out there? It's gonna be dicey. Just how I like it. به مهمات هم که هستن و That's it. Let's take a look. The Cape Verde Islands, the Bahamas, Argentina. Even Antarctica. Christ. These bastards have been plotting covert operations all over the world. Right under our noses. Hey, you lot. Give this a gander. Here we go! We hit the bloody jackpot. Come on. Dig in. یه بازی داستان خوبی داشت، خوب تموم شد How بالاخره. about this? Project Nova. I can beat it. Project Ether. Reviving the dead. Does anyone want some Nazi gold? Looks like we're going to be busy. Keep going. Open them all. Here you are. I was about to try this autopilot and come back. What's Project Aggregate? Secret B2 rocket facility. You think you could fly one of those? Ha! I can fly anything. Hang on back there! Fucking wait. Our mission was complete. دوستان تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. اینا بود از بخش داستانی کال آف دیوتی ونگارد. We were the Vanguard.